طول 4 روز بود که در شهر دوشنبه با ابتکار فدراسیون فوتبال و لیگ کسبی فوتزالی تاجیکستان مسابقه جمهوری اوید با فوتبال تحت شعار فوتبال برای همه جریان داشت. در روز نهایی مسابقه فوتبالبازان سال تولدشان 2011 و 2013 برای مقام‌های افتخاری با هم رقابت کردند. با حساب عمومی در این سن و سال 16 دسته میانی هم برای مقام‌های فخری رقابت خیلی شدید نشان دادند. همینطور میان کودکان سال تولدشان 2013 دسته سالار 2 تیم جوانان را مواجه شکست نموده برنده مقام اول گردید. میان کودکان سال تولدشان 2011 نیز مقام نخست را سالار صاحب شد. سالار در بازی فینالی تیم اسپارتا را با حساب کلان 4-0 سرافکنده نمود. زینه سوم را تیم جوانان گرفت. خوشنود کننده‌اش این است که کودکان در همین سن و سال با تمام اشیاءهای ضروری ورزشی تامین هستند و اشتراکشان با لباس‌های یکرنگ و پایافزارهای ورزشی در مسابقه حضور داشتند. پدر و مادران نیز برای دستگیری فرزندانشان به تالار ورزشی آمده تا اینطوری مسابقه آنها را دستگیری می‌نمودند. همینطور بعد خاتمه بازی نهایی مراسم جایزه‌سپاری مسابقه صورت گرفت. ابتدا مدال و جام مسابقه را با کودکان سال تولدشان 2013 تقدیم نمودند. زینه سوم را دسته سالار 1 گرفت. جوانان با مقام دوم اکتفا کرد. سالار 2 باشد مقام اول را به خود اختصاص داد. میان کودکان سال تولدشان 2011 باشد زینه سوم مال دسته جوانان شد. دسته اسپارتا بعد باخت بزرگ در بازی نهایی با زینه دوم قناعت کرد. برنده مدال‌های طلا سالار گردید. با غالبان مدال و جام‌ها را نمایندگان فدراسیون فوتبال کشور، لیگ کسبی فوتزال و دیگر مهمانان فخری تقدیم نمودند. من شهرزاد میخوام در فوتبال ما بازی کردیم و جای سوم گرفتیم. من میخوام که در آینده فوتبال بازی بهترین شوم و مثل مسی اینها бошам. Зовут Билал. Я играл в ФК «Спарта» Душанбе. Мы хотели как лучше, но получилось второе место, это тоже место. Этот турнир для нас выдался очень сложный. Мы постараемся таких ошибок больше не допускать.